بدیم، برای این کار نیاز داریم اول یک فلش بک بسازیم. فلش بک این کار رو برای ما میکنه. به همین راحتی است که این شعله با این اندازه محصول 2 میل رو به راحتی ذوب میکنه. باورش سخته ببینیم که این شعله با این قدرت از همون آبی تولید شده که در روز چند لیوان ازش رو میخوریم. رنگ زرد این شعله فقط به خاطر گاز هیدروژنه. صفحات فرعی بار الکتریکی خودشون رو از صفحات اصلی میگیرن. یعنی نیازی نیست مستقیما صفحات فرعی رو به منبع داخل سلول رو بتونم کنترل کنم. بس کردن گیر سوسماری ها به قطب‌های مثبت و منفی پاور سویچینگمون با اضافه کردن جوش شیرین یا بیکینگ سودا و آب مقطر کار تمومه و فقط با دکمه استارت ژنراتور شروع میکنه به تولید گاز هیدروژن و اکسیژن. برای ساخت یک ژنراتور هیدروژنی صنعتی نیاز داریم به یک منبع انبساط پژو 206 که یک ورودی یک خروجی داره، شلنگ، واشر یا گسکت، ورق استیل 317 و ورق پلی امید. یه تعدادی هم شلنگخور برای اتصالات میخوایم. این شلنگخورها حتما باید از جنس پلاستیکی یا فراورده های پلاستیکی مثل PVC، تفلون و غیره باشند، چون مسیر حرکت محلول بازی هستند. اول میریم سراغ سوراخ‌کاری ورق استیل که طبق الگو 2 تا از این نمونه نیاز داریم. همچنین 8 تا از این نمونه و 1 دونه از این نمونه هم نیاز داریم. این هم پایان کار. میریم سراغ ساخت گسکت یا واشر. برای کاهش هزینه ساخت شما میتونید یک تویپ خراب رو از آپاراتی ها تهیه کنید و طبق الگو برش بزنید. چون ضخامت این تویپ ها کمه، ما هر دوتا رو به صورت یک واحد در نظر میگیریم. این گسکت ها 2 تا وظیفه مهم دارن. یکی این که آب بندی میکنن که مهمترینشه و دوم این که فاصله بین صفحات رو تنظیم میکنن. زمانی که دارید این گسکت ها رو جایگذاری میکنید حواستون باشه که مسیرهای حرکت آب رو مسدود نکند، یعنی 1 دونه این پایین و 3 تا این بالا. خب برای اسمبل کردن این صفحات اول سوراخ‌های ورق پلی امید و ورق استیل رو با هم منطبق میکنیم و پیچ شماره 6 رو ازش رد میکنیم. برای اینکه این صفحه تکون نخوره اول 4 تا یا 2 تا پیچ رو با مهره سر جاشون فیکس میکنیم. نیاز داریم به 16 عدد پیچ شماره 6 میلیمتری به طول 5 سانت که دور تا دور این ورق استیل رو باید بپوشونن، طوری که گسکت بین ورق پلی امید و ورق استیل قشنگ پرس بشه. این کار به یه خورده دقت و حوصله نیاز داره، ولی یکی از مهمترین کارهایی هستش که باید انجام بدید. اگر این کار رو به درستی انجام ندید در پایان میبینید که بین صفحات نشتی دارید و مجبور میشید دوباره این کار رو انجام بدید. میبینید که خود من هم این کار رو با حوصله دارم انجامش میدم. بعد این کار میریم سراغ جایگذاری صفحات فرعی. حتما به سوراخ‌هایی که برای حرکت آب هستش دقت کنید. برای اینکه این صفحات با هم هیچ اتصالی نداشته باشن حتما باید از 2 تا گسکت بینشون استفاده کنیم. طبق تصویر 4 تا از این ورق‌های استیل فرعی رو روی هم قرار میدیم. بعد ورق استیل اصلی منفی رو سر جاش قرار میدیم، طوری که با پیچ‌های بدنه و صفحات قبل و بعد خودش هیچ اتصالی نداشته باشه. 4 تا دیگه ورق استیل یا الکترود فرعی تکرار میکنیم. این نقشه کلیشه. به قطبیت صفحات دقت کنید. میبینید که بعد زدن کلید صفحات فرعی بار الکتریکی خودشون رو از صفحات اصلی میگیرن. یعنی نیازی نیست مستقیما صفحات فرعی رو به منبع تغذیه‌تون وصل کنید. بعد اینکه تمام صفحات فرعی رو سر جاشون قرار دادید، مهره هایی که قرار صفحه اصلی آخر رو مهار بکنه یا پرس بکنه رو سر جای خودشون قرار میدیم. تو این مرحله حتما دقت کنید که پیچ های بدنه با الکترودهای فرعی یا الکترود منفی هیچ اتصالی نباید داشته باشن. آخرین صفحه رو سر جای خودش قرار میدیم و پیچ ها رو دونه دونه با حوصله از داخل سوراخ‌هاش رد میکنیم.
باز هم به مسیر حرکت آب دقت کنید که همه سوراخ ها روی هم منطبق باشن. گاسکت نهایی رو سر جاش قرار میدیم و سوراخ ها رو کنترل میکنیم که مسدود نباشن و در نهایت ورق AP6 یا پلی آمید رو سر جاش قرار میدیم و توسط یک پیچ دستی و یا گیره دستی اون رو پرس میکنیم تا بتونیم به راحتی مهره های آخری رو سر جاش ببندیم. تو مرحله اول نیاز نیست که مهره ها رو سفت بکنیم، همین که سر جای خودشون بند بشن کفایت میکنه. این کاری که خورده حوصله میخواد و دقت. بعد اینکه مهره ها رو سر جای خودشون بند کردیم، پیچ دستی رو جدا میکنیم تا بتونیم تسلط بیشتری داشته باشیم رو مهره های زیری. طوری مهره ها رو محکم ببندید که واشر یا گسکت بین ورق استیل و ورق پلی آمید پرس بشه. همونطور که میبینید خود من همین کار رو دارم با حوصله انجام میدم. اگر این مرحله پرس کردن واشرها یا گسکت ها به درستی انجام نشه، بعد اینکه آب رو اضافه کردیم میبینیم که هر جا که آچارکشی ضعیفی داشته آب نشت میکنه. یک نکته مهم در مورد بستن صفحات به روشی که انجام دادیم اینه که نیازی نیست صفحات فرعی رو مستقیما به منبع جریان برقمون وصل کنیم و این کار باعث میشه آمپر کمتری کشیده بشه از دستگاه. صفحات فرعی بار الکتریکی خودشون رو از محلول میگیرن. تو این مرحله میریم سراغ ساخت کانکتور شلنگ یا شلنگ خور. ما نیاز داریم به میله‌گرد پلی آمید که یک پلاستیک فشرده هست. اول یه سوراخ با مته شماره 6 تو مرکز این میله ایجاد میکنیم تا تبدیلش کنیم به یک لوله. اندازه و شکل این شلنگخور باید مشابه اندازه و شکل شلنگخور منبع انبساط پژو 206 که انتخاب کردیم نقش ظرف فیلتراسیون ما را داشته باشه. البته شما میتونید این شلنگخورهای پلاستیکی رو تو مغازه هایی که وسایل تصفیه آب میفروشند تهیه کنید. یک سمت این شلنگخور رو ما تبدیلش کردیم به پیچ شماره 12. پس حدیده شماره 12 رو روش اجرا میکنیم. برای اینکه بتونیم این رو روی ورق پلی آمید سوارش کنیم. ورق پلی آمید رو از قبل قلاویز 12 زدیم و قطعه رو با چسب تفلون یا خود نوار تفلون آب بندی میکنیم. شما برای این کار فقط به 2 تا سوراخ روی این ورق پلی آمید نیاز دارید. بقیهش سلیقه‌ایه. یه سوراخ که توی پایین ترین سطح ورق پلی آمید قرار میگیره برای ورود مایع و یه سوراخ که توی بالاترین قسمت ورق پلی آمید قرار میگیره برای خروج گاز هاست. البته من توی این مدل 2 تا سوراخ توی پایین ترین و بالاترین زدم برای اینکه بتونم این دوتا رو به وسیله شلنگ به هم ارتباط بدم و سطح مایع داخل سلول رو بتونم کنترل کنم. همونطور که میبینید یک خروجی یا ورودی از پایین ظرف فیلتراسیون وارد میکنیم به پایین ترین قسمت سلول و یه دونه ورودی یا خروجی به بالاترین قسمت. پایین ترین برای حرکت آب و بالاترین برای خروج گازها از سلول طراحی شده. تو این مرحله میریم سراغ وصل کردن گیر سوسماری ها به قطب‌های مثبت و منفی پاور سویچینگمون. با اضافه کردن جوش شیرین یا بیکینگ سودا و آب مقطر کار تمومه و فقط با دکمه استارت ژنراتور شروع میکنه به تولید گاز هیدروژن و اکسیژن. این هم صدای ترکیدن حباب‌های هیدروژن و اکسیژن. خب تونستیم یک ژنراتور صنعتی و حرفه‌ای رو بسازیم که خیلی قوی‌تر از نمونه‌هایی هستش که توی بازار دارن میسازن و به نام دستگاه آبسوز دارن به مردم غالبش میکنن. تو فیلم بعدی میخوام این دستگاه رو روی یک ماشین انژکتور نصب کنم و عملکردش رو به طور کامل بررسی کنم.
میگیریم چطور آب رو تبدیل کنیم به یک ماده سوختنی که با اون بتونیم جوشکاری سخت یا بریزینگ رو به راحتی باهاش انجام بدیم. برای این کار نیاز داریم اول یک فلش بک بسازیم. فلش بک این کار رو برای ما میکنه. به همین راحتی از نفوذ جرقه به کپسول جلوگیری میکنه. برای ساخته فلش بک نیاز داریم به 2 تا رابط شلنگ به قطر 10 میلیمتر و 10 سانت شلنگ 10 میلیمتر، سنگ هوا که مخصوص آکواریوم هستش و نمونه برنجی اون رو اینجا داریم، سوزن شیر گاز خانگی که خروجی 1 میلیمتری داره و یه مقدار لوله که بتونیم این سوزن روش رزوه کنیم. معمولا شماره رزوه این سوزن ها مشابه پیچ 6 میلیمتری هستش و یک سرنگ 5 میلی لیتری که ما فقط نیاز به محفظه داخلیش داریم. اول و آخر این محفظه رو ما برش میزنیم و تبدیلش میکنیم به یک لوله تو خالی. پلیسته های اول و آخر لوله رو خوب تمیز میکنیم. حالا دو سر این لوله رو به شلنگخورها وصل میکنیم. میبینید که خیلی راحت تو هم فیکس میشن. میریم برای آماده سازی سنگ هوا که خیلی راحت میتونیم با سماده زبر اون رو شکل بدیم. سماده زدن رو به صورت دورانی انجام میدیم تا سنگ هوا رو تبدیل کنیم به یک سنگ استوانه‌ای شکل، طوری که سنگ رو به راحتی بتونیم وارد لوله سرنگ بکنیم. این سنگ هوا رو شما میتونید تو فروشگاه‌های آبزیان و آکواریوم تهیه کنید. میبینید که این کار رو اینقدر ادامه دادیم تا سنگ به راحتی وارد لوله میشه. خب حالا لوله پلاستیکی انتهایی سنگ رو کوتاه میکنیم تا سنگ کوتاه‌تر بشه. به این دلیل قطر سنگ رو کوچکتر از لوله میکنیم که بتونیم دور سنگ رو با نوار تفلون پر کنیم تا مسیر جریان هوا رو از کناره های سنگ مسدود کنیم و فقط هوا از مرکز سنگ عبور کنه. حالا یک سمت لوله رو چسب تفلون میزنیم و وارد رزوه شلنگخور میکنیم. یه خورده سیم برنجی یا سیم ظرفشویی رو گلوله میکنیم و وارد لوله میکنیم تا نقش ضربه‌گیر انفجار رو داشته باشه برای ما. در ادامه سر دیگه لوله رو با چسب تفلون پوشش میدیم و وارد رزوه شلنگخور میکنیم و کار تمامه. یک فلش بک حرفه‌ای ساختیم. حالا ترش رو آماده میکنیم. خیلی راحت سوزن که از قبل تهیه کردیم رو روی لوله‌ای که قلاویز 6 زدیم سوار میکنیم. این هم نمای کلی فلش بک که شلنگخور شماره 10 میلیمتری یا 1 سانتری رو خیلی راحت بهش وصل میکنیم و سمت دیگه شلنگ رو به تورچی که ساختیم. شلنگ شفاف رو برای نشون دادن مسیر حرکت جرقه انتخاب کردیم. خب دستگاه هیدروژن ساز رو روشن میکنیم. میبینید که خیلی با کیفیت داره تولید هیدروژن و اکسیژن میکنه. این هم نمونه شعله‌اش. البته 0 تا 100 ساخت این جنراتور هیدروژنی رو توی پست قبلی تو چنل هم گذاشتم. ببینید شعله به این کوچیکی چقدر راحت این بطری رو ذوب میکنه. این هم تست عملکرد فلش بکمون. این فلش بک هر گازی رو به راحتی از خودش عبور میده ولی انفجار رو فقط از یک سمتش. توصیه میکنم اگر قرار از این دستگاه هیدروژن ساز که به اشتباه تاکید میکنم به اشتباه بهش دستگاه آبسوز هم میگن استفاده کنید، حتما ساخت این فلش بک رو در نظر بگیرید. میبینید که این شعله با این اندازه محصول 2 میل رو به راحتی ذوب میکنه. باورش سخته ببینید که این شعله با این قدرت از همون آبی تولید شده که در روز چند لیوان ازش رو میخوریم. رنگ زرد این شعله فقط به خاطر گاز هیدروژنه. لطفاً اگر خواستید این دستگاه هیدروژن ساز رو بسازید حتما به نکات ایمنی که توی کلیپ ها و فیلم های قبلی گفتم دقت کنید و مو به مونا رو انجام بدید.